گرفتگی عضله یکی از اعصاب خورد کن‌ترین چیزایی که برای ورزشکارا اتفاق میفته، بعدش هم دیگه از همه چی میندازه تو. حالا امروز می‌خوایم با هم دیگه ببینیم چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که ازش جلوگیری کنیم. جدیداً یه سری ویدیوها وایرال شده تو اینستاگرام که میگن مثلا اگه گرفتگی عضله برات پیش اومد، منیزیمت کمه، برو قرص منیزیم بخور، یا در اثر کم آبی آب بیشتر مصرف کن. ولی توی مقاله ها و تحقیقاتی که درباره همین گرفتگی عضله انجام شده نتونستن یه دلیل خاص براش پیدا کنن، مثلا فقط کمبود منیزیم بوده باشه که باعث گرفتگی عضله بشه. ولی همه این تئوریا، یعنی کمبود آب، کمبود منیزیم و غیره، یه نقطه مشترک دارن، اونم اینه که باعث اختلال توی هماهنگی سیستم عصبی میشن. پس بالاخره چی کار کنیم که از شر این گرفتگی عضلانی راحت شیم؟ اینو برات تو کپشن کامل نوشتم، تو هم برات تو کامنت ها بنویس چی کار کردی که گرفتگی عضلانیت بهتر شد.